As good as your last fight. Tony Ferguson was preparing for Khabib Nurmagomedov, preparing for the best grappler in the sport. Then all of a sudden he's fighting really the scariest striker in the division. I learn more off of my losses than do any of my wins. Oh! Ferguson with a huge uppercut! It was hard. وقتی از مبارزهای شکست ناپذیر ذهن و بدن حرف میزنیم، وقتی از جنگجوهایی صحبت میکنیم که مرز بین جنون و نبوغ رو از بین بردن، یه اسم همیشه توی ذهن هر فن واقعی UFC جرقه میزنه: تونی فرگوسن. اسم کاملش آنتونی آرماند فرگوسن پادیلاست. به دنیا اومد در 12 فوریه 1984 در کالیفرنیا. اما اون چیزی که باعث شد تونی تبدیل به یکی از اسطوره‌های ماندگار دنیای MMA بشه، نه تاریخ تولدشه، نه حتی کمربند موقتش تو دسته سبک وزن UFC. اون چیزی که فرگوسن رو به یک افسانه تبدیل کرد چیز دیگری است: ذهنیتی شکست ناپذیر، استایل دیوانه‌وارش و اون خشونت خالصی که با خنده‌ای مرموز وارد قفس میشد. از کشتی آزاد تا جوجیتسو، از موی تای تا وینگ چون، فرگوسن یک آزمایشگاه زنده هنرهای رزمی ترکیبیه. سال 2011 از دل برنامه The Ultimate Fighter بیرون اومد، مثل یک ستاره نوظهور. از همون لحظه راهش رو با خون و عرق روی پارچه 8 ضلعی قفس حک کرد و حالا با گذشت بیش از یک دهه هنوز اسمش با واژه‌هایی مثل غیر قابل پیش بینی، دیوانه و خطرناک گره خورده. درود دوستان، خوش اومدید به این قسمت از پادکست کاهدون. در این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یکی از عجیب ترین، ترسناک ترین و در عین حال دوست داشتنی ترین چهره‌های دنیای MMA. با هم مرور می‌کنیم مسیر حرفه‌ای تونی فرگوسن رو، از لحظه‌های طلایی، جنگ‌هایی که درون قفس داشته و درگیری‌هایی که در بیرون قفس با خودش و ذهنش داشته. پس تا انتهای این پادکست همراهمون باشید و این پادکست رو از دست ندید. تونی فرگوسن فقط یک فایتر نیست، اون یک روایت زنده از جنون، هنر و بقا تو میدون مرگه. قبل از اینکه دنیا اون رو به عنوان الکویی بشناسه، قبل از اینکه داخل 8 ضلعی با آرنج‌هاش صورت حریفاش رو مثل بوم نقاشی پرخون کنه، قبل از اینکه روی استیج با اون لبخند مرموزش وایس و فریاد بزنه I'm the boogeyman، تونی فرگوسن فقط یک پسر بچه ساکت و جدی بود که توی کوچه پس کوچه های میشیگان نفس میکشید و دنبال رویای گنگی میدوید. تونی در 12 فوریه 1984 در آکسنارد کالیفرنیا به دنیا اومد، اما دوران کودکیش بیشتر توی شهر کوچیک و آروم ماسکیگن میشیگان گذشت. خانواده‌اش ریشه مکزیکی داشتن، اما فامیلی فرگوسن رو از ناپدری اسکاتلندی آمریکاییش گرفتن. یه ترکیب عجیب از فرهنگ‌ها که بعدها تو استایل خاصش توی قفس هم میشد ردش رو دید. یه تلفیق دیوانه‌وار از سنت، قدرت و بی‌پروایی. داخل دبیرستان یه چیز کاملا مشخص بود: این بچه ساخته شده بود برای رقابت، برای مبارزه و برای برنده شدن. تونی توی دبیرستان ماسکاگن کاتولیک سنترال یک ورزشکار سرشته‌ای بود: فوتبال آمریکایی، بیسبال و کشتی. سال 2000 تو تیم فوتبال مدرسه به عنوان دفاع عقب نقش کلیدی تو قهرمانی ایالت داشتن. اما اونجا هم تموم نشد، چون وقتی نوبت به کشتی رسید اون واقعا درخشید. 3 بار به عنوان آل استیت انتخاب شد و در سال 2002 قهرمان دسته 152 پوند شد. اما همونطور که همه جنگجوها میدونن، قهرمانی تو کشتی دانشگاهی فقط یک شروعه. وقتی پا میذاری به دنیای MMA دیگه مدال و افتخارات گذشته برات کاری نمیکنن. اینجا یه قانون بیشتر نیست: یا میزنی یا زده میشی. تونی فرگوسن سال 2007 رسما وارد دنیای مبارزات حرفه‌ای شد، نه با نورافکن، نه با دوربین، نه با قراردادهای چند صد هزار دلاری. اولین مبارزه‌هاش تو سالن‌های کوچیک کالیفرنیا بود، زیر سقف‌های کوتاه بین تماشاگرایی که فقط دنبال خون و هیجان بودن. اما تو همون سالها یه افسانه داشت شکل می‌گرفت. فرگوسن تو اون سالها یه چیز داشت که بقیه نداشتن: ترکیب خطرناک دیسیپلین کشتیگیرها و ذهن خلاق یک رزمیکار خیابونی. ضربه‌هاش غیر قابل پیش بینی بودن، گاردش عجیب، ریتم حرکاتش شبیه هیچ کس نبود. یکی از اولین مبارزات شاخصش مبارزه‌ای بود که خیلی‌ها توقع نداشتن ازش پیروز بیرون بیاد. مقابل جو شیلینگ، قهرمان مشهور کیک بوکس، کسی که تو استرایکینگ حرف نداشت و اگر یه ضربه درست میزد میتونست حریفشو خاموش کنه. ولی فرگوسن اومد وسط قفس با چشم‌هایی که انگار هیچ ترسی نمیشناختند. مبارزه رو کنترل کرد، بازی رو به زمین کشوند و در نهایت پیروز شد. یک برد حیاتی که بهش نشون داد من ساخته شدم برای این دنیا. اما همه چیز برای تونی فرگوسن از برد شروع نشد. مقابل کارن دارابدیان که بعدها به WEC رسید، فرگوسن یک شکست تلخ رو تجربه کرد. برای خیلیان
یک ضربه بود، اما برای تونی شکست فقط یک درس بود. یک چیزی بود که توی تمرینات بعدیش با خودش زمزمه میکرد: میخوام کاری کنم که دیگه هیچ کس نخواد با هم توی قفس گیر بیفته. توی اون سالها تونی فرگوسن نه مربی معروفی پشتش بود، نه کمپ‌های لاکچری، نه اسپانسرهای آنچنانی، ولی چیزی داشت که با هیچ پولی نمیشد خرید: اشتیاق خالص. با گذشت زمان رکوردش بهتر شد، از هر مبارزه تجربه‌ای جمع می‌کرد، بدنش رو قوی‌تر می‌کرد و ذهنش رو متمرکزتر و در نهایت یک فرصت طلایی به در خونش رسید، فرصتی به اسم The Ultimate Fighter 13. ولی اون داستانی جداست، داستانی از درگیری، شهرت و اولین جهش بزرگ تونی فرگوسن به سطح اول دنیای MMA. در ادامه قرار این ماجرا رو به طور کامل با هم بررسی کنیم و ببینیم که چجوری الکویی برای اولین بار به چشم میلیون ها نفر دیده شد. This Wednesday, former heavyweight champion Brock Lesnar takes on a new challenge, coaching opposite his next opponent, Junior Dos Santos, on an all-new season of Spike TV's The Ultimate Fighter. تا اینجای کار تونی فرگوسن خودش رو ثابت کرده بود، اما هنوز صدای اسمش تو گوش مردم نمیپیچید تا اینکه سال 2010 از راه رسید و یک در باز شد، در ورود به دنیایی که میتونه یک مبارز گمنام رو تبدیل به یک ستاره UFC بکنه. The Ultimate Fighter فصل 13. اون موقع تونی با رکورد حرفه‌ای 10 برد و 2 باخت تازه قهرمان دسته ولترویت توی سازمان پیور کامبت شده بود. بارها درخواست داده بود تا وارد این برنامه بشه و بالاخره در فصل 13 جایی بین تیم براک لزنر و جونیور دو سانتوس قبولش کردند. یک فرصت طلایی، یک سکو برای دیده شدن. فرگوسن توی این فصل عضو تیم لزنر بود و به عنوان پیک 3 تیم انتخاب شد، ولی خیلی زود ثابت کرد که این رتبه بندی ها همش حرفه. تو همون مبارزه اولش حریفش جاستین ادواردز فقط یک اشتباه کرد و اون اشتباه بهای سنگینی داشت. یک ناک اوت تمیز توی راند اول همه چی رو تغییر داد. دوربین ها بیشتر سمتش رفتن، مربی ها تحسینش کردند و بقیه فایترها فهمیدن که با کی طرفن. در مرحله بعد به سراغ رایان مکگیلوری رفت، یه حریف سرسخت با ذهنیتی مقاوم، ولی تونی همون تونی همیشگی بود، بیرحم و دقیق. باز هم پایان در راند اول با یک TKO و باز هم همه با خودشون میگفتن این پسر داره مسیرش رو با چکش میکوبه. حالا فقط یک قدم مونده بود تا فینال، نیمه نهایی مقابل چاک اونیل. This is an interesting fight because Lesnar thinks that Tony's the toughest guy here and the guy most likely to win the competition. 170, Tony Ferguson. مبارزه سخت‌تر و طولانی‌تر، ولی تونی فرگوسن مثل یک شکارچی صبور تا راند 3 صبر کرد و بعد با فشار، با تهاجم، با ترکیب مشت و آرنج و زانو در راند 3 حریف رو از پا در آورد. 3 مبارزه، 3 برد، 3 پایان بدون نیاز به رأی داور. توی اون لحظه همه فهمیدن که فینال The Ultimate Fighter فقط یک مسابقه نیست، یک نمایش تولد یک قهرمان. و اکنون تونی آماده بود که جلوی چشم میلیون ها بیننده نام خودش رو در تاریخ UFC حک بکنه. اکنون نوبت بزرگترین صحنه بود، جایی که رویاها واقعی میشن و یا زیر مشت و لگد میمیرن. تونی فرگوسن بعد از درخششی که در The Ultimate Fighter داشت، حالا آماده بود برای فینال مقابل رمزی نیجم. اون شب چشم میلیون ها بیننده به این قفس دوخته شده بود و تونی مثل همیشه آروم و بی احساس وارد شد، ولی توی چشمهاش یک شعله‌ای میسوخت. فقط 2 دقیقه طول کشید. یک ناک اوت سهمگین در راند اول و صدای مفسرها که فقط فریاد میزدن It's all over. تونی فرگوسن رسما قهرمان The Ultimate Fighter شد و مهمتر از اون یک قرارداد حرفه‌ای با UFC امضا کرد و $40,000 پاداش برای ناک اوت شب دریافت کرد و این فقط شروع کار بود. فرگوسن تصمیم گرفت دوباره به وزن طبیعی خودش برگرده، لایت ویت، و اولین مبارزش در این دسته مقابل آرون رایلی در UFC 135 بود. مبارزه که فقط 1 راند طول کشید، چون بعد از ضربات سنگین تونی فرگوسن، رایلی با فک شکسته قادر به ادامه مبارزه نبود. یک برد دیگه با یک TKO برای تونی فرگوسن، اما تونی دنبال آزمون‌های سخت‌تر بود. UFC The Ultimate Fighter 14 به مسافه یک کهنه‌کار رفت. ایو ادوارد مردی با تجربه بالا و مبارزات زیاد. این بار مبارزه تا آخر پیش رفت، ولی داورها هم رأی جز برد برای فرگوسن نداشتند. برد با رأی متحد، گام به گام قوی‌تر و شناخته شده تر. اما تو دنیای MMA همیشه مسیر صعودی نیست. مبارزه
بعدیش قرار بود در برابر دنیس هالمن باشه، اما هالمن مصدوم شد و جایگزینش تییاگو تاوارز شد و اون هم مصدوم و در نهایت مایکل جانسون به عنوان حریف تونی فرگوسن وارد قفس شد. اما این بار بازی فرق داشت. جانسون آماده، سریع و حرفه‌ای بود و تونی اون شب بهترین خودش نبود. اولین باختش در UFC با رأی متحد داورها. چند ماه بعد از اون باخت سنگین، تونی فرگوسن دوباره برگشت، اما این بار با شجاعت و انگیزه وحشتناک وارد میشد که هر کس رو به لرزه مینداخت. بعد از 1 سال فاصله از مبارزات به UFC 166 برگشت و مایک ریو رو تو راند اول با یک دارس شوک بیرحمانه از پا در آورد. این برد نه تنها یک پیروزی قاطع بود، بلکه اولین جایزه ساب میشن آف د نایت رو برای فرگوسن به همراه داشت به ارزش $60,000. مبارزه بعدی رویداد UFC 173 بود، جایی که تونی فرگوسن باید در برابر کیکونو قرار می گرفت. جایی که برای تونی یک نمایش ناب بود، یک ناک‌اوت تمیز در راند اول. چند ماه بعد در رویداد UFC 177 در برابر دنی کاستیلو قرار گرفت. تونی یک جنگ سخت داشت و در نهایت با تصمیم داوران یا اسپلیت دیسیژن این مبارزه رو برد. پشت این پیروزی ها یک مسیر کاملا واضح بود. فرگوسن به یکی از بزرگترین جنگنده های لایت ویت تبدیل می شد. در ادامه و در جولای 2015 رویداد UFC فایت نایت 71 به مبارزه‌ای تاریخ ساز تبدیل شد. مبارزه‌ای در برابر جاش تامسون، کسی که عملاً هیچ چیز رو به راحتی از دست نمیداد. اما تونی این بار هم یک کاری بی‌نظیر انجام داد و با رأی هر سه داور پیروز مبارزه شد. چند ماه بعد مبارزه‌ای که همه منتظرش بودن، ملاقات با خبیب نورماگمادوف. مبارزه‌ای که خبیب به دلیل مصدومیت نتونست مبارزه بکنه و به جای اون ادسون باربوزا از برزیل آماده شد که این مسابقه رو ادامه بده. مبارزه‌ای که پر از هیجان بود و فرگوسن در نهایت باربوزا رو با یک دارس چوک در راند دوم شکست داد. پرفورمنس آف د نایت و فایت آف د نایت رو برای تونی این مبارزه به همراه داشت. هر بار که تونی فرگوسن وارد قفس میشد، مثل یک طوفان بیرحم وارد میشد که به هیچ چیزی رحم نمیکنه و آماده است تا به هر طریقی که شده پیروزی رو از آن خودش بکنه. در رویداد UFC فایت نایت 91 قرار بود با مایکل چیسا مبارزه بکنه، اما مایکل به دلیل مصدومیت از مبارزه کنار کشید و باز هم داستان همیشگی تونی فرگوسن ادامه پیدا کرد. لاندو واناتا، مبارز تازه وارد UFC، به عنوان جایگزین وارد میدان شد. اما چطور فرگوسن در مقابل این مبارزه تازه نفس و جوان ظاهر شد؟ اگر فکر میکنید تونی چیزی از اون پسر جوان و شجاع کم داشت، باید دوباره فکر کنید. در همون راند اول تونی با حرکت معروف دارس چوک خودش حریف رو تسلیم کرد و دومین جایزه فایت آف د نایت رو از آن خودش کرد. بعد از این مبارزه تونی آماده میشد تا با رافائل دو سانچوس، قهرمان سابق UFC، در تاریخ 5 نوامبر 2016 در رویداد آلتیمیت فایتر لاتین امریکا 3 رو در رو بشه و نتیجه این بار هم فرگوسن پیروز شد. اون با تصمیم متحد داوران برنده مبارزه شد و علاوه بر این جایزه فایت آف د نایت رو از آن خودش کرد. این جایزه به اون معنا بود که ششمین جایزه فایت آف د نایت برای تونی در 5 مبارزه گذشته رقم خورده. در ادامه قرار بود تونی فرگوسن در رویداد UFC 209 با خبیب نورماگمادوف روبرو بشه، این بار برای کمربند موقت UFC لایت ویت. اما توی یه حرکت غافلگیر کننده خبیب به دلیل مشکلات شدید در وزن کشی به بیمارستان منتقل شد و مبارزه لغو شد. این اتفاق تبدیل به یک حلقه مفقود در تاریخ UFC شد. در تاریخ 7 اکتبر 2017 در رویداد UFC 216 تونی فرگوسن در مبارزه‌ای با کوین لی برای کسب کمربند موقت UFC در دسته لایت ویت وارد میدان شد و این بار فرگوسن با یک حرکت مثلثی یا تریانگل چوک در راند سوم حریفش رو تسلیم کرد. این پیروزی عظیم باعث شد که اون به یکی از محبوب ترین مبارزان در این دسته وزنی تبدیل بشه. ولی هنوز در دنیای MMA چیزی تموم نشده. در UFC 223 قرار بود برای 4مین بار با خبیب نورماگمادوف مبارزه کنه، اما این بار هم تاریخ نشون داد که بدشانسی به فرگوسن لبخند زده. فرگوسن با پاره شدن رباتش و آسیب دیدگی در حین یک مأموریت رسانه‌ای مجبور به کناره‌گیری شد. بعد از اون اتفاقات عجیب و غریب فرگوسن دست بردار نبود. در تاریخ 6 اکتبر 2018 در رویداد UFC 229 با آنتونی پتیس روبرو شد.
مبارزه‌ای که خیلی ها انتظار داشتن یک جنگ تمام عیار باشه. فرگوسن این رویداد رو با کورنر استاپیج در راند دوم پیروز شد و این یکی از مبارزه‌های هیجان انگیز تاریخ UFC بود که هر دو مبارز فایت آف د نایت رو از آن خودشون کردند. حالا نوبت به کابوی میرسه. دونالد سرونی در تاریخ 8 ژوئن 2019 در رویداد UFC 238 این دو جنگجو در قفس با هم روبرو شدند. مبارزه‌ای که با تصمیم پزشک بازی به خاطر اینکه سرونی نتونست چشمش رو باز کنه و تورم شدیدی پیدا کرده بود به نفع تونی فرگوسن تموم شد و پیروز این میدان شد. اما هر قهرمانی هم با چالش‌های بزرگی روبرو میشه. تونی فرگوسن که همیشه با قدرت در قفس مبارزه میکرد حالا با یک سری شکست‌های پیاپی روبرو شد که به اون اثبات کرد حتی بزرگترین قهرمانان هم از اشتباهات و مشکلات خلاص نیستند. UFC 249 یکی از بزرگترین رویدادهایی بود که فرگوسن باید با خبیب نورماگمادوف برای کمربند قهرمانی UFC در دسته لایت ویت مبارزه میکرد. اما بدشانسی همچنان به دنبال فرگوسن بود. به دلیل محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا نورماگمادوف نتونست از روسیه خارج بشه و مبارزه لغو شد. فرگوسن بلافاصله توافق کرد تا با جایگزین دیرهنگام جاستین گیجی برای کمربند موقت لایت ویت UFC مبارزه کنه. رویداد UFC 249 جایی که تونی فرگوسن وارد قفس شد و علیرغم مقاومتش در برابر جاستین گیجی در نهایت در راند پنجم با یک TKO شکست خورد. این مبارزه برای هر دو طرف جایزه فایت آف د نایت رو به ارمغان آورد، اما برای تونی فرگوسن پایان تلخی داشت. در ادامه شکست‌های تونی فرگوسن میرسیم به رویداد UFC 256 جایی که تونی فرگوسن در برابر چارلز اولیویرا قرار گرفت. فرگوسن در این مبارزه نتونست از موقعیت خودش استفاده کنه و در نهایت با رأی و تصمیم متحد داوران شکست خورد. رویداد UFC 262 فرگوسن با بنیل داریوش روبرو شد و باز هم همون داستان تکراری. درگیری‌های زمین باعث شد که فرگوسن نتونه برتری خودش رو در این مبارزه به دست بیاره و با تصمیم داوران در نهایت شکست بخوره. اما هیچ چیزی نمیتونه اراده تونی فرگوسن رو شکست بده. در ادامه وارد رویداد UFC 274 شد و در برابر مایکل چندلر قرار گرفت. راند اول فرگوسن انرژی و حملات خودش رو حفظ کرد، اما در راند دوم با ضربه‌ای هولناک از سمت چندلر شکست خورد و ناک اوت شد. ضربه‌ای دردناک که ذهن فرگوسن رو تا مدت‌ها تحت تاثیر خودش قرار داد. میرسیم به رویداد UFC 279 جایی که قرار بود تونی فرگوسن به وزن ولتر ویت بره و با لی جینگ لیانگ مبارزه کنه، اما یک تغییر برنامه به وجود اومد. فرگوسن به جای حریف اصلی در رویداد اصلی در برابر نیت دیاز قرار گرفت. مبارزه‌ای که نیت دیاز در راند چهارم با یک گلیتن چوک مجبور کرد تونی فرگوسن رو تسلیم بشه و باخت رو بپذیره. و در ادامه روند باخت‌های تونی فرگوسن میرسیم به رویداد UFC 291 جایی که فرگوسن به وزن لایت ویت برگشت تا در برابر بابی گرین مبارزه بکنه، اما در راند سوم با یک آرم تریانگل چوک تسلیم شد و در نهایت شکست خورد. رویداد بعدی در تاریخ 16 دسامبر 2023 و در رویداد UFC 296 بین تونی فرگوسن و پدی پیمبلت برگزار شد. با وجود تلاش‌های زیاد فرگوسن در نهایت با تصمیم داوران شکست خورد و در تاریخ 3 آگوست 2024 در UFC on ABC 7 فرگوسن دوباره با مایکل چیسا در وزن ولتر ویت مبارزه کرد. این بار فرگوسن با یک ریر نیکد چوک تسلیم شد و شکست دیگری رو در کارنامه‌اش ثبت کرد و این 8مین شکست متوالی فرگوسن بود. شکستی که رکورد طولانی ترین شکست‌های پیاپی در تاریخ UFC رو برای اون به ثبت رسوند. فرگوسن قهرمانی که همیشه با قدرت در قفس مبارزه می‌کرد حالا با این سلسله شکست‌ها روبرو شده بود. در پایان این فصل شاید این شکست‌ها یادآور این باشه که هیچ قهرمانی بدون چالش نمیتونست موفق باشه. فرگوسن هنوز هم در دل هوادارانش قهرمان محسوب میشه و کسیه که تا آخرین نفس برای رقابت و پیروزی مبارزه کرد و داستان اون هنوز هم یکی از بزرگترین افسانه‌های MMA محسوب میشه. تونی فرگوسن همیشه به عنوان یکی از مبارزان برجسته
برجسته و سرسخت در تاریخ MMA شناخته شده، اما حتی در دل سخت‌ترین شکست‌ها هنوز هم یک مسیر جدید برای خودش می‌سازه. در تاریخ 24 ژانویه 2025 خبری از تغییرات بزرگ در زندگی حرفه‌ای اون منتشر شد. فرگوسن از UFC جدا شد و با لیگ جهانی مبارزات GFL قرارداد امضا کرد. این تصمیم شجاعانه باعث شد که فرگوسن فصل جدیدی از مبارزات خودش رو آغاز کنه و تمام موفقیت‌های فرگوسن در UFC حالا به پشت سرش تعلق داشت و به گلوبال فایت لیگ پیوسته بود. درست در همون روز که امضای قرارداد با GFL اعلام شد، فرگوسن به تیم لس آنجلس این لیگ پیوست، تیمی که بی تردید به فرگوسن فرصتی جدید برای اثبات قدرتش در دنیای مبارزات میداد. فرگوسن قرار بود در GFL 2 که در 25 می 2025 برگزار میشد با دیلون دنیس مبارزه کنه. مبارزه‌ای که همه منتظرش بودن تا ببینن فرگوسن در این لیگ جدید چه کارهایی از خودش نشون میده. اما مشکلاتی پیش اومد. دو رویداد اول GFL به دلیل مسائل مختلف به طور نامشخصی به تعویق افتاد. این خبر باعث شد که مبارزه فرگوسن با دانیس هم به تعویق بیفته. در هر صورت تونی فرگوسن هنوز هم در دنیای MMA تاثیرگذار باقی میمونه. مسیری که براش هموار شده شاید با مشکلاتی روبرو باشه، اما فرگوسن هیچ وقت از جنگیدن دست نمیکشه. این تنها آغاز فصل جدیدی برای فرگوسنه، فصلی که ممکنه دوباره دنیای مبارزات MMA رو تکون بده. حالا به نظر شما داستان زندگی مبارزات تونی فرگوسن به پایان رسیده یا در آینده نزدیک در GFL شاهد قهرمانی جدید خواهیم بود؟ در حالی که تونی فرگوسن در دنیای MMA یکی از نمادهای مبارزه و استقامت محسوب میشه، زندگی شخصیش همیشه با چالش‌های خاصی همراه بود. زندگی آروم و خانوادگی تونی فرگوسن همراه با دو پسر و همسرش کریستیانا همیشه هم بدون مشکل نبوده. در مارچ 2019 خبری منتشر شد که نشون میداد کریستیانا علیه تونی درخواست دستور بازداشت کرده. اون به دلیل رفتارهایی که به گفته خودش برای فرگوسن غیر عادی و نگران کننده بود اقدام به این کار کرد. شکایت شامل نگرانی‌هایی مانند پارانویای شدید، عدم خوابیدن، تخریب شومینه خانه و باور به اینکه یک تراشه ردیابی در هنگام جراحی زانو داخل پاش قرار دادن میشد. با این حال کریستیانا هیچ گونه ادعایی در مورد آزار جسمی نداشت و تنها به عنوان یک اقدام احتیاطی برای کمک به وضعیت روانی فرگوسن این دستور رو درخواست کرده بود. در آوریل 2019 کریستینا تصمیم گرفت که دستور بازداشت خودش رو لغو کنه و فرگوسن تونست دوباره به دنیای MMA بازگرده و ادامه بده. با این حال مشکلات فرگوسن در زندگی شخصیش ادامه پیدا کرد. در صبح روز 7 می 2023 اون در هالیوود، کالیفرنیا دستگیر شد و به رانندگی تحت تاثیر الکل متهم شد. تونی فرگوسن پس از تصادف با دو خودرو و واژگون شدنشون در نزدیکی یک باشگاه شبانه توسط پلیس دستگیر و به ایستگاه پلیس هالیوود منتقل شد. وثیقه اون $30,000 تعیین شد و بعد از مدتی با ضمانت شخصی آزاد شد. این حوادث نشون دهنده اینه که فرگوسن علیرغم دستاوردهای بزرگش در میدان مبارزه در زندگی شخصی با چالش‌هایی روبرو بوده، اما اون همیشه تلاش کرده که این مشکلات رو پشت سر بگذاره و به مسیر حرفه‌ای خودش ادامه بده. در دنیای MMA کمتر کسی مثل تونی فرگوسن سبک مبارزه‌ای خاص و منحصر به فرد خودش رو داره. اون به عنوان یکی از مبارزان غیر متعارف و پر انرژی شناخته میشه. ضربات غیر معمول، کاردیو بی‌نظیر، آرنج‌های تیز و مهارت‌های فوق‌العاده در استفاده از دارت شوک باعث شده که فرگوسن در اوج دوران حرفه‌ای خودش یک سلسله پیروزی‌های متوالی 12 مبارزه‌ای رو به دست بیاره. اما فرگوسن فقط در مبارزاتش نبود که متفاوت بود. در دنیای خارج از قفس اون به عنوان یکی از عجیب‌ترین شخصیت‌های MMA شناخته میشه. در خانه‌اش در بیگ بیر لیک کالیفرنیا، فرگوسن یک دستگاه تمرینی مخصوص برای خودش ساخته. اون به طور منظم ویدیوهایی از تمرینات غیر معمول خودش رو در صفحه اینستاگرامش منتشر میکنه. این تمرینات شامل ضربه زدن به یک چوب برای تقویت بازوها و پاها، پرتاب توپ بیسبال از تپه برای تقویت ضربات دست راست و تمرین با چکش در حالی که روی یک توپ ورزشی تعادل میگیره میشه. در نهایت تونی فرگوسن همواره با سبک زندگی و مبارزات منحصر به فرد خودش در دنیای MMA تاثیر گذاشته.
داشته. از تمرینات غیر عادی گرفته تا شخصیت جالب و پر انرژی اون، این مبارز به شکل ویژه‌ای در قلب هواداران خود جا پیدا کرده. اون تنها یک مبارز نیست، بلکه یک پدیده است که با ویژگی‌های خاص خودش دنیای MMA رو رنگ و بویی متفاوت بخشیده. ممنون که تا اینجای پادکست همراه اون بودید. امیدواریم که از این پادکست لذت برده باشید. نظر، انتقاد و یا اگر پیشنهادی دارید داخل کامنت ها برامون حتما بنویسید. در ارتباطیم.